ایشک کرکپک موتتو گرفتم. هر روز به بهونه کتاب خریدن از من پول میگیری میای اینجا گیم نت بازی میکنی؟ غلط کردم. الان اون دسته رو میکنم تو کوله پشتیت. من که کوله پشتی ندارم. این کلیپو 2 بار ببین. من راضی به کوله پشتی حرف نمیزنم. چی؟ آرپیدی من دیگه رد دادم. هموز بردن توی راضیه. چه خبرتونه اینجا رو گذاشتید رو سرتون؟ آقا ببخشید الان مامانم از اینجا میبرم. این PS5 ها رو با خودت ببر ولی مادرتو با خودت نبر. ها؟ پیسرم چرا بهم نگفته بودی مدیریت اینجا یا آقای جنتلمن و جذابه؟ شما رو فقط اینجا میشه زیارت کرد؟ یعنی شوبه دیگه نداری؟ بله که داریم. گیم نت سیسیلی 2 تا شعبه داره، ستارخان و سعادت آباد. 24 ساعته هم بازه. خانوما هم میتونن تشریف بیارن. خیلی هم عالی. عالی شمایی. پسرم قدر مادرتو بدون. چشم. خیلی قدر مادرتو بدون. باشه خب ما بریم دیگه. کجا بریم؟ توسباگا تازه اومدیم. مامان تو اکی تا حالا مورتال کمبت بازی میکنی؟ اون موقع که تو به لاباشک میگفتی لامتوشک من با ساب زیرو فینیشینگ میزدم. واقعا مادر حقیه. مرتی که حول حداقل تو هم 2 تا مش بزن. من در مقابل مادر به این خوبی هیچ دفاعی از خودم ندارم. چی؟ تو مثل یه تنت میخوانه آره؟